استاد ممنون میشم اگر امکان داره در مورد شوک آنافیلاکسی و درمان اون در طب مکمل توضیحاتی رو بفرمایید. شوک آنافیلاکسی یه شوک آلرژیکه، یه پاسخ آلرژیک شدید به دارو یا بسیاری از مواد آلرژیزاست که زندگی فرد رو به خطر میفته. خیلی هم شدیده، باید خیلی دقت کرد. ما در مورد آلرژی در طب مکمل گفتیم آلرژی واکنش سیستم ایمنی بدن هنگامی استفاده میشه ایجاد میشه که سیستم ایمنی بدن ماده ای رو که برای بدن بی‌ضرره اشتباها به عنوان ماده مهاجم و زیان‌آور شناسایی میکنه، وارد عمل میشه تا آنتیبادی ترشح کنه، تولید کنه. بدن انسان به طور معمول در مقابل عوامل مضری مثل باکتری ها، ویروس ها از خودش دفاع میکنه، اما گاهی موقع یه ماده بی‌ضرری وارد بدن میشه مثل گرد و غبار، کپک یا گرده گل، گرده گیاها یا واکسن. یه دفعه می‌بینی سیستم ایمنی بدن شروع میکنه واکنش نشون دادن، مقدار زیادی پاتن درست میکنه، مثل اسلحه به جون اونا میفته، حمله ور میشه تا اونا رو از بین ببره. هر پاتن برای ماده ویژه‌ای ساخته میشه و مخصوص همون ماده است که موجب آلرژی شده. به موادی که واکنش آلرژیک رو ایجاد میکنن بهش میگن آلرژن. آنافیلاکسی شوخی نداره. من توضیح دادم درمان آلرژی رو در طب مکمل توضیح دادم. چه چیزایی باعث شوک آنافیلاکسی ممکنه بشه؟ کپک ها، واکسن ها، گرده گیاه ها، گرده گل ها، غذاهایی مثل تخم مرغ، باقالی، لوبیا، غذاهای دریایی، میگو، میوه ها، یا حتی پنیسیلین. کسی که تزریق پنیسیلین میکنه میگن قبلش تست بگیری، چون تزریق هم هست سریع وارد بدن میشه. این شوک آنافیلاکسی خیلی زیاده. تزریقاتی که ممکنه برای بدن تو ایراد داشته باشه شدیدتر، سریعتر تا قرص و کپسول یا قطره‌ای که شما استفاده میکنید. حتی گزش نیش حشرات مثل زنبور ممکنه شوک آنافیلاکسی بره. موادی که در بعضی از انواع عکسبرداری ها تزریق میشه، عکسبرداری های رنگی، بعضی موقع ورزش هم شوک آنافیلاکسی میده. تزریق داروی بیهوشی هم در زمان جراحی هم ممکنه شوک آنافیلاکسی بده. خیلی مهمه. کسی که سابقه آلرژی خفیف داره، کسی که سابقه اگزما، تب یونجه یا آسم داره، باید اگر پزشک محترم براش دارویی نوشت بگه من یه همچین سابقه ای دارم. و علائم شایع آنافیلاکسی اینی که حالت سوزن شدن یا کرختی اطراف دهان، روی لپش، روی لبش عطسه میکنه، سرفه یا خسخس سینه، ورم دست و پا، ورم لم، احساس اضطراب، نبضش ضعیف میشه یا نبضش تند میشه، فشارش میاد پایین یا فشارش میره بالا، دلپیچه تو ناحیه معده، خارش بدن، قسمتی از بدن، تمام بدن، کهیر میزنه، ریزش اشک، احساس گرفتگی در سینه، تنگی نفس شدید، خارش گلو، خارش دهان، ورم گلو، ورم دهان، قش، از دست دادن هوشیاری، کما و خدای نکرده اگه به دادش نرسیم میره تو مرگ. این خیلی سخته. در صورت عدم درمان فوری شوک یا ایست قلبی و مرگ هم به همراه داره. این آنافیلاکسی شوخی نیست. شما واکسن که میزنید یه دونه آمبولانس آماده، یه پزشک متخصص هم اونجا نشسته، خدایی نکرده از 1 میلیون نفر ممکن 1 نفر شوک آنافیلاکسی بهش دست بده. شما اگر کسی شوک آنافیلاکسی دست داد بهش، شما سریعا باید زنگ بزنید اورژانس بیاد سریع، چون باید داروی اپینفرین بهش تزریق بشه که حالا من توضیح میدم تو طب سنتی. اگر دیدید تنگی نفس داره، نفسش به شما رو افتاده، تنفس دهان به دهان بهش بدید. اگر دیدید ضربان قلبش داره کم میشه، ضربان قلب نداره، ماساژ قلبی بدید، فشار بدید روی نفس تو صدری رو فشار بدید. عملیات احیا رو انقدر ادامه بدید تا اینکه اورژانس بیاد و اینو برسونه به بیمارستان. معمولا اونهایی که سابقه شوک آنافیلاکسی دارن باید کیت مخصوص هم همراهشون باشه. داروهایی که انجام میدن، تزریق میکنن، اپینفرین تنها درمان فوری و مؤثر. ما در طب سنتی گفتیم که آگاوه شاهی هم آدرنالین گیاهیه ولی تزریق که نمیشه، شما بخورید و بنابراین حواستون باشه. بعد از تزریق اپینفرین داروهای مثل آمینوفیلین یا کورتیزون یا آنتی هیستامین هم که پس از آدرنالین تزریق میشه جلوی بازگشت علائم حاد رو میگیره.
و تو درمان طب مکمل کلیپ آلرژی من توضیح دادم که چه کارهایی بکنیم که آلرژی سراغمون نیاد و درمان بشه. حواستون باشه اگر به یه غذایی آلرژی دارید جدی نخورید، حالا اینقدر مهم نیست نخورید. اگر سابقه ابتلا به آلرژی دارید شما به پزشکی که براتون دارو می‌نویسه مطلعش کنید، بهش بگید ممکنه این تزریق برای من مرگ آفرین باشه. همیشه همه جا یک کیت آنافیلاکسی اونی که میدونه و سابقه آنافیلاکسی داره همراه خودش داشته باشه. اگر جایی میرید شوک آنافیلاکسی هم داشتید زنبوری شما رو بزنه، نیش زنبور یا حشرات لباس پوشیده‌ای داشته باشید و مراقب خودتون باشه. یه گردنبند، یه دستبند، یه نوشته‌ای داشته باشید که اگر خدایی نکرده شوک آنافیلاکسی تو خیابون سراغتون آمد، طرف جیبتون رو نگاه میکنه شماره تلفن خونه‌تون رو و بدونه که باید به اورژانس زنگ بزنه. ممنون استاد.